آیا تا به حال از خودتون پرسیدید که قد پیامبران الهی چند متر بوده؟ آیا واقعاً سر حضرت آدم از آسمان هم عبور می کرده؟ ما در این ویدئو با استناد به روایات مربوطه از قد حضرت آدم تا قد پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نسبت به مردم دوران خودشون بررسی خواهیم کرد. در این ویدئو اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار خواهیم داد که تا به حال اونها رو نشنیدید. پس اگر آماده هستید بیاین تا ویدئو رو شروع کنیم. بیاین سفرمون رو طبق معمول با اولین انسان یعنی حضرت آدم علیه السلام آغاز کنیم. حضرت آدم اولین انسان خلق شده توسط خداوند متعال هستش. اگر بخوایم درباره قد او صحبت کنیم باید بگم قد او نسبت به الان غیر عادی و حتی غیر ممکن هستش. رسول خدا در حدیثی که از امام بخاری نقل شده می‌فرمایند خداوند آدم را با قدی به بلندای 60 ذراع در آسمان خلق کرد. اگر 60 ذراع را حساب کنیم قد حضرت آدم حدود 27 متر بوده. این تقریباً به اندازه یا بلندتر از یک ساختمان 7 طبقه است. اما بعد از گذشت سالها از زندگی حضرت آدم قد انسانها به تدریج شروع به کوتاه‌تر شدن کرد. این امر بخشی از تقدیر الهی برای سازگاری انسان با زمین بود که البته تو علم امروزه به این پدیده فرگشت گفته میشه که در موجودات دیگه هم بارها و بارها دیده و اثبات شده. پس از گذشت حضرت آدم به زمان حضرت نوح علیه السلام میرسیم. حضرت نوح پیامبری بسیار صبور بود. تصور کنید او 950 سال در برابر قوم معاند خود ایستادگی کرد. اما قد ایشان نسبت به مردم دوران خودش چگونه بود؟ برخی روایات اشاره می کنند که حضرت نوح نیز از قد بلندی برخوردار بوده و بر اساس روایات قد او بین 10 الی 15 متر تخمین زده شده. او فردی بلندقد و بسیار قوی بود، به طوری که او را از قومش متمایز می کرد. اما این وجه تمایز نظر قومش را نسبت به پیام او تغییر نمی داد. درباره جثه او در قرآن چیزی ذکر نشده، اما اگر توانایی او را در ساخت کشتی که صدها حیوان و پرنده و انسان را در خود جای داده بود در نظر بگیریم شاید بتوانیم قد تنومند این پیامبر الهی را تصور کنیم. حضرت هود پیامبر قوم عاد بود، قومی که به عظمت و بلندی قدشان شناخته می شدند، قومی که خداوند آنها را در قرآن چنین معرفی می کند: آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ قومی که کوهها را می تراشیدند و قصرهایی عظیم می ساختند. باستانشناسان میگن قد اونها حدوداً به اندازه یک درخت نخل بوده. برخی روایات هم میگن قد قوم عاد به حدود 20 متر میرسیده. اما متاسفانه قوم عاد قومی کافر بود، قومی که دعوت پیامبر خودش رو نپذیرفت و در نهایت خداوند اونها رو با نزول عذابی الهی به هلاکت رسوند. حضرت ابراهیم در تاریخ به عنوان شخصیتی بزرگ و با هیبتی وصف نشدنی توصیف میشه. روایات درباره ظاهر و قامت ایشان میگن او دارای جثه‌ای عظیم، ظاهری زیبا و شانه‌هایی عریض بوده. هنگامی که او بین مردم راه میرفت نه تنها به خاطر هیبتش بلکه به خاطر بلندی قد و وقارش همه را مات و مبهوت خود میکرد. حضرت موسی نیز به گفته پیامبر اسلام مردی با قدی بلند و بسیار قوی بوده، به گونه‌ای که مردم عادی او را از خدایان می‌دانستند. حضرت موسی بین پیامبران نیز به عنوان فردی شناخته می‌شد که از نظر جسمی و ذهنی بسیار قوی بوده. در روایات آمده که حضرت موسی قدی بسیار بلند داشته.
اگر قد انسانها را در زمان خودش که حدوداً 2 متر بوده در نظر بگیریم، قد حضرت موسی حدود 4 الی 5 متر بوده. در قرآن کریم نیز شواهد بسیاری بر قدرت بدنی حضرت موسی وجود داره. در یکی از روزها زمانی که حضرت موسی بر سر چاهی رسید که دختران می‌خواستند از آن آب بنوشند، او به تنهایی توانست سنگ را از سر چاه بردارد. یا در مواجهه با فرعون، او با عصای خود دریا را به 2 نیم تقسیم کرد. همه اینها شواهدی بر قدرت الهی و جسمی و روحی حضرت موسی هستند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی بزرگ در تاریخ هستش که همه دنیا او را میشناسند. ایشان ایدئال ترین مخلوق خداوند هستند، چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی. روایات میگن قد ایشون بسیار ایدئال بوده، نه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه. صحابه نیز درباره ایشان میگن ایشان بلندتر از هر کسی که در کنارش می ایستاد به نظر می رسید. روایات میگن قد ایشون حدود 1 متر و 75 سانتی متر بوده و بدنی متناسب داشتند. وقتی پیامبر در کنار کسی راه میرفت، به خاطر وقار و شخصیتی که داشت بلندتر از او به نظر می رسید. برا ابن عازب روایت میکنه هرگز انسانی زیباتر از رسول خدا را ندیدم. او دارای قدی متوسط و فاصله زیاد بین شانه هایش بود. بدن او متناسب و هماهنگ بود. وقتی میخندید نوری از چهره اش ساطع میشد. حسن خلق و رفتار او نظیر نداشت. شخصیتی آرام و صبور داشت و به امت خود عشق می‌ورزید. روزی پیامبر در حالی که در کنار اصحاب خود نشسته بود فرمود من به دیدن برادرانم مشتاقم. صحابه گفتند ای رسول خدا، مگر برادران شما ما نیستیم؟ پیامبر فرمود آری، اما منظور من قومی است که مرا ندیده اما به من ایمان آورد و مرا دوست می‌دارد. به نظر شما منظور پیامبر چه قومی بوده؟ آیا منظور پیامبر مسلمانان امروزی بوده؟ خوشحال میشم نظراتتون رو در بخش کامنت ها بنویسید. وقتی به قد پیامبران دقت میکنیم متوجه میشیم که قدرت بدنی یک نعمت الهی هستش. از آدم تا خاتم تمام ویژگی های جسمی و روحی نشانه ای از قدرت خداوند هستند. امید است که خداوند این نعمت بزرگ رو به بندگان مخلص خود نیز عطا کنه. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و در ویدیوهای بعدی همراه خانه اسرار باشید.